لکچر بعدی ما درباره لتیس اگلوتینیشن تست هستش که برای CRP و RF استفاده میکنیم. خب اگلوتینیشن ریاکشن دو تا تایپ داره، اکتیو اگلوتینیشن هستش و پاسیو اگلوتینیشن هستش. قبل اینکه برم جلو یک کوچولو بگم اگلوتینیشن و پرسیپیتیشن رو که تو لکچر قبلی هم گفته بودم. تو لکچر قبلی یعنی کل ریاکشن هایی که انتیبادی با آنتی جن با هم انجام میدن به دو پرایمری و سکندری بود. تو پرایمری الیسا و آر آی ای و این چیزها بودش، تو سکندری اگلوتینیشن و پرسیپیتیشن و فلاکولیشن بود. درسته؟ بعدش اگلوتینیشن و پرسیپیتیشن فرقش چیه؟ تو یکیش سالبل استفاده میشه آنتیجن و تو یکی دیگهش چیز استفاده میشه پارتیکل، که تو اگلوتینیشن پارتیکل هستش، تو پرسیپیتیشنش سالبل هستش. ولی اینجا حالا نباید کنفیوز بشید، اینجا اکتیو اگلوتینیشن پارتیکل هستش و توی پاسیو اگلوتینیشن سالبل هستش انتیجن که استفاده میکنیم. چرا؟ توی اگلوتینیشن اکتیو اگلوتینیشن یعنی اون انتیجنی که استفاده میکنیم نچرلی از اول هستش روی این، مثلا این آنتیجنش هستش، این آنتیجنی که برای این سل یا هرچی هستش روش از اول naturally it have it naturally. ولی اینجا توی پسیو ما یک کریر داریم و روی کریر ما سالبل انتیجن رو اتچ میکنیم. درسته؟ بعدش مثلا اینو کریر رو با این آنتیبادی ریاکت میکنیم که کامپلکس درست بشه. تو اینم پسیو و ریورس پسیو داریم. درسته؟ که جلو بهتون فرقشو میگم، اینجا اگه بگم شاید من نفهمید. درسته؟ اینجا هم وایایی سرچ کردم، تقریبا میتونید بخونین ولی من گفتم اگلوتینیشن ریاکشن. خب پسیو اگلوتینیشن، تو پسیو من چی گفتم؟ که کریر مالیکول استفاده میکنی از اول آنتیبادی نچرلی روش نیستش. درسته؟ اینجا سالبل انتیجن رو اینجا اتچ میکنیم، بعدش آنتی سرم که توش آنتیبادی رو داریم اضافه میشه و کامپلکس رو درست میکنه. توی ریورس پسیو چی هستش؟ توی کریر مالیکول از اول ما آنتیبادی رو داریم. درسته؟ و چیکار میکنیم؟ بهش سالبل انتیجن رو اضافه میکنیم. اینجا سالبل انتیجن رو اول روی کریر مالیکول یعنی اینا با هم بودن، بعدش آنتیبادی اضافه شد. اینجا از اول آنتیبادی رو مثلا با کریر مالیکول ما داریم، بعداً آنتیجن اضافه میکنیم و کامپلکس درست میشه. خب میریم سلاید بعدی. سی ریاکتیو پروتین. خب سی ریاکتیو پروتین یا CRP تست که قراره ما بخونیم. وقتی که نکروتیک سیل یا بکتریال سیل به ما حمله کنن، به بدن ما میدونیم که امیون ریاکشن خواهیم داشت و یکیش اینه که ماکروفیج میره به اونا حمله میکنه و باعث میشه انترلیوکین 6 که یه سایتوکاین هستش پرودیوس بشه و این باعث میشه که لیور یا جگر ما چند تا چیز پرودیوس کنه اینا رو، که یکیشون چی هستش؟ سی ریاکتیو پروتین که ما دربارش قراره بخونیم یا داریم میخونیم. درسته؟ سی ریاکتیو پروتین در اکیوت فیز هایست و فاستست هستش در خون ما. این کرف که میبینید سی ریاکتیو پروتینه و میبینید که از همه فاستست رفته بالا و هایست هم هستش. درسته؟ خب سی ریاکتیو پروتین در هلتی ادالت یعنی کسی که مریض نباشه هم هستش، ولی مقدارش چقدره؟ 0.8 میلی گرم پر لیتر خون تا 3 میلی گرم و این یک انفلمیشن مارکر هستش. یعنی وقتی زیاد بشه یعنی به ما میگه انفلمیشن شده، مثلا باکتری حمله کرده یا یه مریضی چیزی هستش یا سل دارن میمیرن. درسته؟ خب در مایلد انفلمیشن یا وایرال انفکشن اینقدر میلی گرم خواهد بود و در اکتیو انفلمیشن یا بکتریال انفلمیشن این تعدادش 40 تا 200 میلی گرم پر لیتر خواهد بود. سویر بکتریال انفلمیشن و بونز این بیشتر از 200 میلی گرم خواهد بود. در کنسر هم این اضافه میشه و در هارت اتک این به ما میگه که مسئله هارت درش نیکروسیس یا انفلمیشن اتفاق افتاده. در ریوماتوید آرتریتیس هم این اضافه میشه. درسته؟ همونطور که در سلاید قبلی خوندیم این در اکیوت فیز بیشتر خواهد شد که اینجا هم گفته 6 تا 48 ساعت این از مارکر کار انجام میده.
متد هایی که برای CRP پروتین استفاده میشن الیسا و نفلومتری، اینا همشون هستن، ولی اونی که ما میخوایم بخونیم ویژوال لتکس اگلوتینیشن هستش. درسته؟ چیکار میکنیم؟ اول ما کریر مولکول که روش آنتی بادی هستش، اینجا حواستون باشه ما گفته بودن که وقتی از اول آنتی بادی روی کریر مولکول باشه و بعداً آنتیژن رو با اضافه میکنیم، این یعنی ریورس پسیو اگلوتینیشن هستش. پیشنت سیمبل رو ما به این اضافه میکنیم که CRP هستش در اصل و اگه اگلوتینیشن بشه یعنی تستمون پوزیتیوه و ریورس پسیو اگلوتینیشن اینم قانونش هستش یا پرینسیپلش هستش. CRP لتکس تست که چی استفاده میکنیم؟ ریاجنت استفاده میکنیم، پوزیتیو و نگاتیو کنترست و تست لایت. خب چجوریه؟ اینجا ما پوزیتیو و نگاتیو کنترل وقتی استفاده میکنیم، اینجا نگاتیو کنترل این ریزالت رو به ما میده، پوزیتیو کنترل اینو میده، این یعنی اینجا ریاکشن انجام شده. پس اون سلاید سوم که ما توش سرم ما داریم تست میکنیم، اگه یه اینجور چیزی به ما داد یعنی ریاکشن پوزیتیو، اگه اینجوری داد نگاتیو هستش. خب ریوماتوید فاکتور RF در ریوماتوید آرتریتس یه مریضی آتی ایمیون انفلاماتوری دیساردر هستش، یه مریضی آتی ایمیون هستش که بدن ما بر خلاف تیشی خودمون آنتیبادی پرودیوس میکنه و اون آنتیبادی چی هستش؟ به اون میگین RF یا IgM، چون که این RF IgM هستش. خب اینجا حالا اینم گفته که ریوماتوید آرتریتس تایپ 3 هایپرسنسیتیویتی هستش که توش چی میشه؟ ایمیونو کامپلکس مدییتد هایپرسنسیتیویتی هستش. تایپ 2 و تایپ 3 همون بود، فرقش که اینجا ایمیونو کامپلکس درست میشد و توی تایپ 2 در وسلز و اینا بود. خب ریوماتوید فاکتور، what is ریوماتوید فاکتور چی هستش؟ در مریضایی که ریوماتوید آرتریتس دارن 60 تا 88% ریوماتوید فاکتور رو داریم ما و این یه آتو آنتیبادی هستش و همونطور که گفتم IgM هستش و به IgG وصل میشه و باعث میشه که یک کامپلکس درست میشه. از اول ما کامپلکس رو نداریم ولی این باعث میشه که درست بشه. به کدوم پرسنش؟ به FC پرسنش. FC پرسنش این هستش و اینم IgM هستش، این IgGه که به اینجاش وصل شده به FC و باعث شده که یک کامپلکس درست بشه. حالا اینجا میتونیم ببینیم وقتی که RF یا IgM اضافه بشه یعنی سرو پوزیتیو هستش، باعث میشه کامپلکس درست بشه و اینم پرینسیپلش هستش پسیو اگلوتینیشن. اینم مثل اون پوزیتیو و نگاتیو کانترست داریم و یه سلاید داریم که روش ریاکشن رو انجام میدیم. درسته؟ اگه اینجوری بود یعنی نگاتیو هستش، اینجوری بود پوزیتیو هستش، هر چقدر اینجا بیشتر میشه یعنی خیلی حدش بیشتر هستش و خیلی زیاد RF داره. خب thank you for your attention.